از این به بعد دیدین آقا پسر فلانی تلیاردر شد فلان شد، بگو آقا من چی کار دارم. 3-8 یعنی الان پدرت بگو آقا رشته درس چی قبول شدی، یا سرهنگ اداره سربازی تو به تو گفت آقا امروز چی کار میکنی، بگو جناب سرهنگ 3-8 قیافت همینجوری کن، قیافت معمولی نه. پدرت میگه آقا مثلا کار پیدا کردی پسرم اینجوری کن، بگو بابا 3-8 بعد احتمال داره پدرت بگه باره گم شو، بگو نه 3-8 همینجوری. آره 24 تا 8 ساعت بخواب، 8 ساعت کار کن، 8 ساعت هم اون کار کرده رو بخور دیگه. این شد 24 ساعت دیگه. دنبالش این دکتر مهندس وقت بگیریم پیش خانوم شفته کسیان، دکتری که خانومش آغداشلو رفته بود پیشش. چقدر وقت باید بگیری؟ 1 سال دیگه چقدر باید پول بدی؟ اینقدر که چرا که این 3-8 رو بیاد بپیچونه به شما بگه من مجانی